بسم الله الرحمن الرحیم. خب قسمت بعدی آموزش ویم ادامه میدیم. توی این قسمت میخوایم در مورد نحوه رونوشت و درج یا همون کپی پیست صحبت کنیم. توی ویم گفتیم که برای نوشتن کلیدهای مختلفی داریم. برای اینکه بتونیم کپی کنیم لزومی نداره که توی محیط ویرایش باشیم. این جلسه فقط توی حالت عادی توضیح میدم که چطوری میشه رونوشت و درج رو انجام داد. اولیش کلید وای هست. ما اگر حرف وای رو 2 بار بزنیم، این خط روی این خطی که من الان هستم نوشتم این خط اول است. 2 بار حرف وای رو بزنم، این خط رو توی حافظه رونوشت میکنه، ثبتش میکنه. حالا توی ویم رجیستر داریم، ثبت میکنه این خط رو. و بر فرض مثلا اگه بگم انتهای خط حرف پی رو بزنم، این خط رو اینجا میندازه. خب یو آندو خاطرتون باشه، برمیگردم به همون خطی که بودم با 2 تا بکتیک. میتونم عوض اینکه 2 بار وای رو بزنم شیفت رو نگه دارم 1 بار وای رو بزنم، این هم بازم کل خط رو برمیداره. اگه همینجا پی رو بزنم میبینید زیرش این رو اضافه میکنه. نکته بعدی، ما میتونیم با اعداد هم کار کنیم، اعداد و جهت. ببین مثلا من اگه حرف وای رو بزنم و کلید پایین رو بزنم، این میاد این خط و خط زیریش رو تو حافظه ثبت میکنه یا رونوشت میکنه. و اگر من حرف پی رو بزنم مجدد، این 2 تا خط رو درجش میکنه، حالا هر جایی که هست. یه نکته دیگه هم که باید بگیم اینه که اگر شیفت پی رو بزنیم، خط رو بالای محل مکان نما درجش میکنه. مورد بعدی، میتونیم غیر از یعنی کلیت جهتی اگر بزنیم 2 تا خط همون خط پایین رو میگیره. میتونیم از اعداد هم استفاده کنیم، یعنی مثلا بزنم وای مثلا 3 پایین، درست؟ این میاد این خط و 3 خط زیرش رو توی حافظه ثبت میکنه. من اگر پی رو بزنم میبینیم که خط اول، دوم، سوم و خط چهارم رو درج کرد. از امکانات دیگه هم میشه استفاده کرد. مثلا من به حرف وای رو بزنم و شیفت در واقع آکولاد بسته رو بزنم. آکولاد بسته تا پاراگراف رو میاره، یعنی کل این رو این الان توی حافظه ثبت کرده. من اگر بیام اینجا پی رو بزنم میبینید که کل این خط رو اینجا درجش میکنه. خب این حرف وای و حرف پی. مورد بعدی، توی ویم ما اگر حرفی رو هم پاک بکنیم این هم میره توی حافظش. ببینید میتونیم این این رو هم اضافه کنم. همونطور که مثلا گفتم آکولات هست، میتونیم از W هم استفاده کنیم، یعنی من بزنم Y و W، این کلمه رو توی حافظش میندازه. مگه اینجا پی رو بزنم میبینید این رو اضافه میکنه. اگر بزنم Y مثلا 3 تا W 3 تا کلمه رو ثبت میکنه، ذخیره میکنه توی اون ثبتش. اگر پی رو بزنم میبینید 3 تا کلمه رو میندازه. و به همین ترتیب الی آخر. میتونیم از مثلا بی هم استفاده کنیم که رو به عقب، کلمات رو به عقب رو توی حافظش ذخیره کنه. اگر کلمه ای رو پاک کنیم، مثلا حالا پاک کردن رو نمیگم، خود دیلیت رو حالا یه دفعه دیگه میگیم. مثلا از X استفاده، X هم پاک کردنه. X رو پاک کنیم یه حرف رو پاک میکنه، این میره توی حافظش میمونه. اگر پی رو بزنم میبینید حرف آی رو میندازه. یا مثلا برای نوشتن من اس رو اگر بزنم، این یه دونه، حالا آی رو دوباره نگم، بیام مثلا روی ان، اگه حرف اس رو بزنم این آماده نوشتن میشه. خب و حرف اس رفته توی حافظش میمونه و میتونیم درجش کنیم. این هم یه امکان دیگه است. مطابق این از سی میتونیم استفاده کنیم. مثلا شیفت سی خب از محل مکان نما تا انتهای خط رو پاک میکنه.
این الان رفت تو حافظه، من اگه پی رو بزنم همون برمیگرده. یا اگه شیفت اس بزنم کل خط رو پاک میکنه، من اگر پی رو بزنم کل خط رو برمیگردونه. یک مورد دیگه هم که هست، ما یه موضوعی داریم، همونطور که گفتم رجیستر، ما میتونیم چیزهای مختلفی رو هم توی این ثبت اضافه کنیم، رجیستر کنیم. قاعدش اینجوریه که من بخوام به شما بگم علامت دابل کوتیشن رو باید استفاده کنیم. یه بک اسپیس بزنم که رنگا زیاد عوض نشه. دابل کوتیشن، یک حرف، یک کاراکتر، خب، و اون ذخیره سازیمون، حالا وای دی، این رو باید بزنیم که این میره توی حافظه رجیستر میشه. من مثال بزنم براتون. ببین مثلا من میخوام رجیستر کنم از حروف الفبا، مثلا حرف زد رو انتخاب میکنم. چطوری؟ اول دابل کوتیشن رو میزنم، بعد زد رو میزنم و بعد این رو اضافه میکنم. مثلا میزنم شیفت وای، نمیخوام خط رو پاک کنم. الان خط اول رفت توی حافظه. برای خط بعدی، ببین خط اول اون حرفی که میخوایم توش ثبت کنیم کوچیکه، برای خطهای بعدی اون حرف رو بزرگ باید بزنیم. پس دابل کوتیشن شیفت زد یعنی زد بزرگ و این خط رو من پاک میکنم. پس خط اول رو دادم، خط دوم رو پاک کردم. حالا میخوام درجش کنم. دابل کوتیشن زد کوچیک پی. ببینید دو خط رو اینجا آورد. این یکی از مواردیه که توی سطح حرفه‌ای ویم استفاده میشه. حالا یه سوالی دارم ازتون. من اومدم اینجا این خط رو رجیستر کردم با وای، چیزی رو پاک نکردم. درست؟ ببینید این الان رجیستر با وای. میام این کلمه رو پاک میکنم. الان رجیستر من این کلمه است. درسته؟ یک راهی وجود داره که میتونم اونی رو که یانک کردم دوباره بازیابی کنم. این رو به من بگید، ببینم میتونید متوجه بشین، پیدا کنید این چی هست یا نه. برام توی یادداشت ها بنویسید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار، موفق باشید انشاءالله.